السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با نماینده‌های وزارت‌های دفاع، امور خارجه و مشاوران دفتر نخست وزیر کشور مالزیا در کابل دیدار و گفتگو کرد. همچنین آقای حقانی در دیدار با ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور کشور فدراتیو روسیه در امور افغانستان دیدار نموده و روی موضوعات هر دو کشور صحبت‌های همه‌جانبه نمودند. مدیریت پاسپورت ننگرهار طی یک سال گذشته 37551 جلد پاسپورت به متقاضیان توزیع نموده که از درک آن 224 میلیون و 800 هزار افغانی به خزانه دولت واریز گردیده است. پرسنل کندک تکنیکی و اساسی معینیت امور تأمیناتی وزارت امور داخله طی چند ماه گذشته ده‌ها اراده و سایت نظامی شامل رنجر و حاموی را که از فعالیت باز مانده بودند ترمیم نموده است. یک طفل 10 ساله به نام تواب که 4 سال پیش در مربوطات حوزه 11 از خانواده‌اش مفقود شده بود از سوی منسوبین حوزه 17 شهر کابل پیدا و به خانواده‌اش سپرده شد. ریاست پاسپورت ولایت هرات طی یک سال پسین بیش از 130 هزار جلد پاسپورت توزیع نمودند که از درک آن بیش از 850 میلیون افغانی به خزانه دولت واریز گردیده است. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.